اینجا استودیوی رادیو زودیست و در 15 دقیقه دیگر از خبرهای مهم تاجیکستان و جهان نگیم شعله گلخوجه هستم. در خدمت شما. سلام. برنامه امروز 13 ایول این موضوع را دارد. انتظارات از ملاقات زودرس در عرفه نشست با ولادیمیر پوتین. دونالد ترامپ گفت که با پرزیدنت روسیه نه دوست است و نه دشمن. با فکرم روابط ما خوب است. او رقیب می باشد. او از روسیه نمایندگی می کند و من از امریکا. آزار و اذیت برای تعمیر ارزان قبرها. حتی 2 سال بعد از فاجعه در آرامگاه خوانسکای مهاجران تاجیک میگویند تا هنوز آنها را نمیگذارند که آرامانه کار کنند. و از تئاتر به آثارخانه. ملاهای تاجیک را به طور گروهی به تماشای آثارهای تاریخی و فرهنگی میبرند. بعضی از آنها بار اول عکس زرتشت را دیدند. نه شما عکسشون می‌سازیم. پیش اسلام لنده یا آخر. و شروع میکنیم از آن که صدمه ماشین انتقال گاز باعث آن شد که نزدیک 100 شورای بین‌المللی دوشنبه چناق مسدود گردد. این حادثه صبح امروز در کیلومتر 72 رخ داد. ماشین حامل گاز به بینای در این مسیر برخورد. راننده در جای حادثه به هلاکت رسید. طبق فرضیه ها راننده را خواب برده است و این حالت سبب صدمه شده است. ضمناً این نخستین بار نیست که در شهرهای مذکور ماشین حامل مواد سوخت می‌ترکد. رأس یک سال پیش در منطقه هوشیاری نویه ورزاب ماشینی که 10 تن گاز داشت ترکید. بر اثر آن بنا و منزل‌ها در محل حادثه آسیب دیدند. در پی صدمه امروزه کارمندان شرکت ایرس با نجات بخشان کمیته حالت‌های اضطراری توانستند خطر ترکش را برطرف کنند و حرکت دوباره در شهرها برقرار شد. امروز در دوشنبه بانک جهانی گزارش تازه خود را در مورد وضع اقتصادی تاجیکستان معرفی نمود. ارزیابی مذکور 1.5 سال اخیر را در بر میگیرد. پژوهشگران این نهاد بین‌المللی میگویند سرمایه‌گذاری خارجی به این کشور کاهش یافته است. جزئیات را از شادمانی یتی میشنویم. طبق یک گزارش بانک جهانی در سال 2017 و نیمه اول سال جاری جلب سرمایه خارجی به تاجیکستان بیش از 14% کاهش یافته است. مسئولان بانک جهانی ضمن بررسی وضع اقتصادی منطقه روز 13 ایول گفتند که سبب اصلی کم شدن سرمایه گذاری ادامه بحران بانکی و باقی ماندن ناباوری سرمایه گذاران خارجی است. بانک جهانی در گزارش تازه خود گفت که برای رشد اقتصادی تاجیکستان این کشور را ضرور است از شرایط نو منطقوی از جمله باز شدن مرزها با ازبکستان پرثمر استفاده کند. در این زمینه خیلی مهم است که مقامات با فراهم آوردن شرایط سرمایه‌گذاری فایده‌ای به دست آورده شرکت‌ها را به رشد منبع فعالیتشان روانه کنند. بر این نظریم که در شرایط نوی با وجود آمده امکانات از خطرات دیده بیشتر است. زیرا شرکت‌های تاجیکستان ناگهان امکان پیدا کردند که نه تنها برای 9 میلیون اهالی محصولات تولید کنند بلکه بازاری بیش از 100 میلیون دلاری پیدا کنند. Increased quality of products being supplied here in the local market, but also in the large foreign markets. مسئولان بانک جهانی در حال باز شدن مرزها را برای رشد اقتصادی کشورها مثبت ارزیابی می‌کنند که در چند وقت اخیر برای انتقال مال و کالا بین تاجیکستان و ازبکستان محدودیت جاری شده است. کارشناسان بانک جهانی درباره رشد اقتصادی تاجیکستان گفتند که وجود مشکلی حل نشده سبب به کندی رشد کردن بخش خصوصی شده است. پست کردن سطح کمبزاعتی هم به گفته کارشناسان بانک جهانی به کندی جریان دارد و تدبیرهای اندیشیده سطح کمبزاعتی را تا 29.5% کاهش داد. رو می‌ریم به موضوع دیگر. شام دیروز در پایان نشست سران کشورهای عضو پیمان ناتو در شهر بروسل دونالد ترامپ به لندن سفر نمود. امروز و فردا ترامپ با رهبران بریتانیا روابط دو کشور و به اصطلاح برگزیت یعنی بیرونشوی بریتانیا از اتحادیه اروپا را بررسی می‌کند. در چارچوب سلسله سفر اروپا روز 16 ایول ملاقات پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با رهبر روسیه ولادیمیر پوتین مد نظر است. درباره انتظارات از این نشست همکارم ساجیده میرزا تفصیلات بیشتر دارد. در نشست سران کشورهای عضو پیمان ناتو در شهر بروسل پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت که امکان دارد روابط او با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین
از رقابت به دوستی تبدیل یابد. ба фикрам равобитамон хуб аст. ӯ рақиб мебошад. ӯ аз Русия намояндагӣ мекунад ва ман аз Амрико. хулас мо тавре мегӯянд рақиб ҳастем. ӯ душмани ман нест. умедворам ӯ рӯзе дӯстам мешавад. اما با وجود چنین خوشبینی 16 ایول در هلسینکی نخستین نشست دوجانبه پوتین و ترامپ در پس منظر مناسبت پیچیده دو کشور برگزار می شود. ولادیمیر پوتین نیز ملاقاتش را با جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید با یادآوری از همین رابطه مرکب شروع کرد. بولتون آخر ماه ایون در مسکو بود. در آغاز صحبت من مجبورم بگویم که مناسبت روسیه و آمریکا در سطح نه چندان خوب است. من در این باره بارها تاکید کردم و در ملاقات با شما هم میخواهم تکرار نمایم. از نگاه من این اساساً نتیجه مبارزه‌های تیز و تند سیاسی داخلی خود ایالات متحده آمریکا است. ترامپ عمدتاً در مورد منفعت‌های مشترک با مسکو با شوق و شور صحبت میکند. مثلا درباره مبارزه با تروریسم. چند هفته پیش او گفت که روسیه باید دیگر باره عضو هشتگانه بزرگ شود، اما این پیشنهاد از جانب شریکان هفتگانه پذیرفته نشد. بعد اشغال کریم در سال 2014 روسیه را دیگر به نشست کشورهای پیشرفته صنعتی دعوت نکردند. به نظر من بازگشت روسیه می توانست نقش مثبت داشته باشد. آن به منفعت تمام جهان می بود. این در حالی است که تحقیق پرونده احتمال سازش تیم ترامپ با کرملین در جریان انتخابات سال 2016 از جانب پروکورور ویژه رابرت میولر جریان دارد. ترامپ این بازجویی ها را شکار عجوزه ها نام میبرد و میگوید در روابط با روسیه او هیچگاه جانبداری نرمیش نبوده است. من برای روسیه مثل خوابی بد هستم. سال گذشته پوتین گفته بود که اعلان تحریم بخش از معرکه گسترده برای محدود کردن امکانیت‌های روسیه است. اگر کریم نمی بود، یگان مشکلات دیگر نمی بود، باز چیز دیگر را فکر می‌کردند. به فکر من این به خاطر بازداشتن روسیه است. در ملاقات زودرس ترامپ و پوتین می توانند یک قطار مسئله ها شروع از نزاع سوریه، برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی تا حمایت مسکو از جدای خواهان اوکراین را مطرح کنند. اما با این همه در چارچوب این ملاقات ظاهراً فرضیه ها درباره مناسبت واقعی دو پرزیدنت در مرکز توجه خواهد بود. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. با گذشت 2 سال از زنازنی گروهی در قبرستان خوانسکی در شهر مسکو، مهاجران توجیک میگویند تا هنوز زیر آزار و اذیت ماموریت این قبرستان هستند. اخیراً با شکایت پاسبانان این قبرستان، 2 مهاجر توجیک که به رنگبار و تمیزکاری قبرها مشغول بودند 15 شبانه روز حبس شدند. چرا بعد از حادثه خونین ماه می سال 2016 و حبس شدن چندی از عاملان آن آزار مهاجران کاری توجیک پایان نیافته است؟ به این سوال همکارم عبدالله شروف پاسخ میدهد که با ما در استودیو است. سلام عبدالله. خب بفرمایید. سلام شهلا. همصحبتان ما مهاجران تاجیکی که به تمیزکاری، رنگ و بار و نصب سنگ مزار و پنجره ها در قبرستان خوانسکوی مسکو مشغول هستند میگویند هر روز زیر فشار و تعقیب ماموریت این قبرستان کار میکنند. در این قبرستان که یکی از بزرگترین ها در شهر مسکو به شمار می رود، نزدیک به 400 نفر مهاجران کاری تاجیک کار میکنند. عبدالله بیا از اون شروع کنیم که مهاجران را کی آزار میدهد و چرا؟ ببین شهلا، سبب اساسی فشاری ماموریت قبرستان به مهاجران کاری تاجیک این است که مهاجران تاجیک با پول کمتر قبرها را تعمیر و رنگ و بار میکنند. در ایستگاه کنار این قبرستان مهاجران تاجیک هر سحر می ایستند، زائران این قبرستان می آیند و مهاجران را کرا کرده گوری نزدیکانشان را تمیز میکنند و یا رنگ و بار پنجره و یا نصب سنگ را فرمایش میدهند. عین چنین خدمات را ماموریت قبرستان هم پیشکش میکند، اما فرق در نرخ است. مهاجران عین همین کار را به حساب میمانه بر عوض 600-700 روبل انجام میدهند. نرخ خدمت رسانی ماموریت آرامگاه باشد 1,500 روبل است. چون مهاجران بازار گرم تجارت ماموریت قبرستان را سرد میکنند، ماموران آن علیه مهاجران تاجیک دندان تیز کردند.
با هر راه و وسیله به آنها فشار میآورند و نمیگذارند که مهاجران در اینجا کار کنند. هرچند زائران و مردمان محلی از خدمترسانی مهاجران بیشتر استفاده میکنند. حضور اذیت گفتی عبدالله، چی نوع اذیت است؟ طور همصحبتان من از حساب مهاجران میگویند ماموریت آرامگاه هر روز توطئه علیه آنها تشکیل میکنند که مهاجران به شور آیند و جنجال سر زند و با استفاده از نیروی پلیس آنها را از اینجا رانند. اخیراً 2 نفر پاسبان این قبرستان ضد 2 نفر از مهاجران تاجیک ذبح‌الله فیض‌الله و اسماعیل عبدالحلیموف به دادگاه شکایت بردند که گویا مهاجران آنها را دشنام دادند. دادگاه بر اساس شهادت همین 2 پاسبان قبرستان آنها را به 15 شبانه روز حبس کرده، یکیشان را از قلمرو روسیه اخراج کرده است. مهاجران میگویند این یک نوع انتقام ماموریت قبرستان است، چون اسماعیل عبدالرحیموف از حقوق کارگران تاجیک اینجا حمایت میکرده است. خب 2 سال پیش در همین قبرستان زن و زنی سر زده بود، یعنی معلوم می شود که وضعیت همانی که بود باقی مانده است و دیگر نشده است. بله، نه تنها وضعیت دیگر نشده است شهلا، بلکه مهاجران میگویند هنوز هم آدمان یوری چبویف در این قبرستان راهبری میکنند و دوباره سر زدن چنین یک جنجال خونین از احتمال دور نیست. مقامات تفتیشاتی روسیه یوری چبویف رئیسی همکنون بازداشت شده قبرستان خوانسکای را در تشکیل زنازنی و کشتار متهم میکنند و حالا مرافعه او در دادگاه‌های مسکو ادامه دارد. در پی زنازنی روز 14 می سال 2016 در این قبرستان مسکو 3 زاده شهر راغون تاجیکستان کشته شده بودند و بیش از 20 مهاجر دیگر تاجیک زخمی گردیدند. سپاس عبدالله برای صحبت. ما رو میریم به موضوعهای دیگر. شب چهارشنبه 11 ایول لغزش زمین در دره پنجشیر افغانستان 300 منزل زیست دهه پیش غور از بین برده، کمش 10 نفر را به هلاکت رساند. مقامداران افغان با نشر این خبر افزودند که 2 چرخبال با گروه‌های نجات و مواد نیازی اول به منطقه ارسال شده است. بعضی مناطق‌های افغانستان دائما در فصل بهار هنگام آب شدن برف زمستان با سیل و یارچ مواجه می‌شوند. قسماً محو جنگل‌ها و درختبوری سبب افزایش حادثه‌های یارچ و لغزش زمین نامیده می شود. روز پنجشنبه در شهر بروسل پرزیدنت افغانستان اشرف غنی که در نشست سران کشورهای عضو پیمان ناتو اشتراک دارد به حکومت کشورش دستور داد که به قربانی های این فاجعه کمک فوری رسانند. برمیگردیم به تاجیکستان. با دستور کمیته دین صدها روحانی تاجیک در سراسر کشور موظف شدند که به تماشای آثارخانه ملی بروند. به گفته مقامات با این وسیله ملاها با تاریخ و فرهنگ خود آشنا میشوند و این به افکار آنها بی تاثیر نمیماند. برداشت نمایندگان دین از آثار قدیمی را سرونازی روح الله پیگیری کرد. این مولا تصویری پیغمبری زردشت را می‌بیند که 1000 سالها پیش در این سرزمین که الان اکثرش مسلمانند تشویق میکرد. این روبروشوی حاضر به گذشته دوری تاریخ است. نه خشون اکشن سودیمات. پیش اسلام بودند یا آخر. بعد اسلام یا بعد به هم زد آخر. حتی آیله بیان میشه دست. حتی آیله بیان آمده زیاد بینن میشه دست. بیش از 100 روحانی وادی حصار را مقام ناظر امور دینی تاجیکستان به آثارخانه ملی شهر دوشنبه آوردند. مقامات این عمل خود را راهنمایی مینامد و به قول آنها نمایندگان دین باید فرهنگ و تاریخ خود را دانند. با این راه میخواهند در افکار ریشه‌گرایانه آنها دیگرگونی به وجود آورند. امکانیت برایشان فراهم می شود که با استفاده از آن معلومات هایی که متخصصان آثارخانه به آنها میدهد دانش های دنیوی خود را در برابر دانش های دینی خود غناوت بخشند، توصیه بخشند و این البته همه جانبه به نفع کار خواهد بود. اکثر این امام خطیبان اقرار شدند که باری اول به آثارخانه آمدند و آن را جالب یافتند. حالا که وقتی که ما در آمدیم آشنا شدیم با زیست زندگی مردم مثلا که اجدادیمان ما آشنا شدیم و از بایگری خودی مثلا که همین جمهوری تاجیکستان آشنا شدیم که اینقدر بایگری اینقدر چیزهای قیمت بها داشته است. یک مثلا یک تاثیرات یک بسیار برداشتیم. در واقع وقتی که ما تا کنون همین آن چنان بایگری که ما در تاجیکستان داشته بودیم ما همین می آمدیم یک شهر می گشته می رفتیم. جلب امام خطیب ها به تماشای آثارخانه ملی تاجیکستان و یا نمایشنامه های تئاتری در حالی است که در چند سال اخیر مقامات تاجیکستان فعالیت امام خطیب ها را در کشور زیر نظارت جدی قرار دادند. مقامات تاجیک گفتند نقشه دارند 4000 امام خطیب را به آثارخانه ملی بیارند.
با تمنای آن که هر یکی ما و شما امید پاینده خوب داشته باشیم. نشر نوبتی برنامه خبری رو در این هفته خلاصه میکنیم. خبر گزارش‌های رادیو آزادی رو میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org بخوانید و در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. تشکر که طول این هفته نیز ما رو تنها نگذاشتید. تا ملاقات روز دوشنبه، خدا نگهدار هر یک شما.